سلام. از بس که ویدیوی زیاد گرفتیم در برنامه امروز قسمی زیاد را به خود شما دادیم. بعداً درباره آن بحث میکنیم که آیا تخت سنگین سازیم یا خیابانی پاریژ. طرفداران دارن، بعضی مردم میخوان که ساختنش خوب است، بعضی میگن ناخوب است. پارلمان واقعاً یک شاخه حاکمیت است یا طرح نمایشی؟ البته راههای ما را سوز کردن. ویدیویی را که حالا میبینید آخری هفته گذشته از ناحیه شمس‌الدین شاهین فرستادند. در آنجا مرد از چقری 96 متر برای هم محله های خود آب برآورده است که سالها باز از کمبود آب آشامیدنی اذیت میکشیدند. ویدیوی دیگر را زبیدالله افغانوف از ناحیه خراسان و از مراسم کشاده شدن یک بنگاه طبی در دهه راحت فرستاده است. چند پیش در شهر کولوب نیز یک گوشه پاریژ را ساختند و در آن برج ایفل را گذاشتند، اما واکنش ها به آن یکسان نبود. دیگر نمیفهمم چیزی با او خاطر که این یگان نشانه ندارد. رستم هم در وبسایت رادیوی آزادی میگوید به جای کپی کردن جایهای تماشاباب کشورهای پیشرفته، سیستم دولتداری و راههای پیشرفت اقتصادی آنها را نسخه برداری کنید. سطح زندگی مردم را به سطح زندگی مردم فرانسه برابر هم نباشد، کمی نزدیکتر کنید. خیلی او پیشوده نبودی خیلی وزیر اعظم. کاربر با نام وطن گفته است اگر آباد نکنی میگویند که نمیکند، اگر آباد کنی میگویند که باید این خیل نمیکردی. در کلوب ساختنش با استفاده دادنش کاری بد نیست، این چیزی خوب است. نه که کلوب شهر قدیمی در تاجیکا زندگی میکنن، باید چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد. سهراب در اینستاگرام این را بهترین اقدام در سال 2019 خوانده و گفته است هر کس نمیتواند به فرانسه رود، اما با دیدن یک گوشه تاریخ معماری این کشور میتوانیم فرهنگ و تمدن فرانسوی ها را درک کنیم. با این و بحث‌ها درباره مقام پارلمان تاجیکستان در وبسایت رادیوی آزادی، صحیفه های ما در اینستاگرام و فیسبوک و ادنکلاسنیکی همراه شوید. با اینکه انتخابات پارلمانی در تاجیکستان نزدیک است، بحث‌ها درباره فعالیت وکیلان تاجیک هم زیاد است. ما ویاش کم سرفرام میرم برای با نام عزت الله خطاب به رئیس مجلس نمایندگان گفته است وکیلان یگان کار را حل کردن نمیتوانند، به شهر و ناحیه ها میروند و تشویششان زیاد است. برای آنها جای خواب، بنزین و دیگر جمع میکنیم. با این مضمون رشید نام خواننده دیگر نیز نامه نوشته است. آفرین گفته است ما تاجیکان وکیلان دومه دولتی روسیه را میشناسیم، اما وکیلان تاجیک را نه، چون که به گفته او وکیلان ما هیچ کاری نکردند که به نفع خلق باشد. اگر نقض کار میکردن همه چیز نقض میشد. کاربر با نام شهروند گفته است اگر وکیلان حقیقت حال را فهمیدن میخواهند باید در بین مردم پرسش گذرانند، آن وقت عقیده مردم را درباره خود و فعالیتشان میفهمند، لیکن برای این اراده و خواهش ندارند. وکیل ناحیه شما کی است؟ اینش هم نمیدونم راستی. ما از ناحیه رودکیم، رئیس ناحیه رو میشناسیم، معاونش رو میشناسیم دیگر. با فکر شما برای چی مردم نمیشناسن وکیلای ناحیه شما؟ خیر ممکن کمتر برآمد میکنن بین مردم ده. دارا در وبسایت رادیوی آزادی پیشنهاد کرده است که پارلمان تاجیکستان یک پلاته‌ای شود و این نوشته است مجلس عالی دارای دو پلات خاصی دولت‌های بزرگ به مانند روسیه و آمریکاست، چون این دولت‌ها هم از جهت مساحت و هم از جهت اقتصاد بزرگند. تاجیکستان کوچک است و داشتن مجلس دو پلاته‌ای به بودجه دولت بار گران است. همه قانونایی که در نظر دولت قبول کردگی سرور دولت به نظر من همش مقبول است، همش قبول است. نظرها در این باره زیاد است و فرصت ما کم. با یک ویدیوی مهاجران که از روسیه به ما فرستادند و برخلاف ایده دیگر میگویند که شرایطشان بسیار هم خوب است، برنامه را به پایان میبریم. خانجربای اکسیو برجام پخته قری. دویم دیگش برای مهمانای یک کتاب. شما هم فرستادن ویدیوها و نظر و اندیشه هایتان را فراموش نکنید به شماره هایی که میبینید. تا دیدار در برنامه آینده.